شخصی از حاکم شهر خود که با صدر اعظم نسبت داشت نزد صدر اعظم شکایت برد. صدر اعظم دانست حق با شاکی است، گفت اشکالی ندارد، می توانی به اصفهان بروی. مرد گفت اصفهان در اختیار پسر برادر شماست. گفت پس به شیراز برو. او گفت شیراز هم در اختیار خواهرزاده شماست. گفت پس به تبریز برو. گفت آنجا هم در دست نوه شماست. صدر اعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد چه میدانم، برو به جهنم. طرف گفت متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارد. ناکس، من که فهمیدم تو داری عذرباره میگی که جهنم هم بره بدبختیاش ولش نمیکنن، حتما یه کاری باش دارم، ولی کاری ندارم. برو سر سوالات که فرصت نداری. بله آقای دکتر، با یک خبر شروع میکنیم. بعد از این همه خبرهای بد بالاخره یک خبر خوش دلمون رو شاد کرد. باریکلا. ارتش بورکینافاسو برای به دست گرفتن ایالت واگادوواگا اعلام آمادگی کرد. شرمنده‌ام کل اخبار رو دیدم آقای دکتر، خوشحال کننده ترینش همین بود. یخ کنی با این کنایه زدنت به وضعیت نظام. ناکس، برو سر سوالات تا عصبانی نشد. آقای دکتر اولین موضوع FATF 4 ماه به اون مهلت داده، فقط یه عده مشنگ میگن خوب شد و اونایی هم که دور نظام دستشون تو کاره ناله میکنن که خراب شد. مگه به همون 4 ماه مهلت ندادن آقای تو دکتر؟ حالا کتک درست حسابی خوردی؟ خرابون تا دلت آفرین. بخواد. پس محکم بشین گوش کن. یه موقع هست که طرف ممکنه بزنتت، اگه بهت مهلت بده بگه 4 ماه دیگه میزنمت، خوبه، از این ستون به اون ستونه. ولی یه موقع هست که پاشو گذاشته رو گلوت داری خفه میشی، بعد حالا میگه یه 4 ماه دیگه هم همینطوری بمونیم. اینجا کار ضایع شده. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم، بله، میفهمودن که دزده شب رفته بود دزدی، صابخونه مرسی هیکل عظیمی بود، بیدار شد، دزده رو گرفت خوابون رو زمین، نشست رو سینه‌اش، به زنش گفت برو پلیس خبر کن، من همینطوری نگرش میدارم. زنه این پا اون پا میکرد. طرف گفت چی شده؟ زنه گفت کفشامو پیدا نمیکنم. دزده که اون زیر داشت خفه میشد گفت دمپایه من هست، معطل نکن، تو رو جد زودتر برو. روشن شد یا برفرستمت با دمپایی دنبال آقای پلیس. دکتر اون از برجامش، اینم از FATF که 100 رحمت به برجام. این ظریف مگه نمیگفت که با هوشیاری دیپلماتیک میشه مسائل اقتصادی رو حل کرد؟ اون میگفت، ولی کدوم مشنگی باور میکرد؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفهمودن که یارو مشنگه عین ظریف. میگفت من هنرمندم. گفتن شغلت چیه؟ گفت تابلو نقاشی میکشم. گفتن تا حالا چیزی هم فروختی؟ گفت او فراوون، همه اسباب اساسی خونمون رو فروختم. روشن شد یا همچین بزنم که تو هم بری اسباب اساسی جمع کنی بفروشی. دکتر این داستان تلخ بسته شدن حسابای توییتر نظام برش کن، این که دیگه بدجور زایه. این ظریف مشنگ دهن لق اگه زبون به دهن میگرفت و سر بحث و باز نمیکرد، الان اینقدر آدم تو ارتش سایبری از نونخوری نمیافتادن. ظریف دهن لق، به جای این حرفا میرفتی دنبال آزاد کردن اون دیپلمات مظلوم نظام که بیگناه گرفتنش. چه کار کرده مگه؟ چطور تو نظام اگه جلو ماشینا رو بگیرن تذکرات ارشادی بدن دخالت تو کار خصوصی مردم میکنن، ولی خودشون رفتن از توی ماشین این دیپلمات بیگناه بمب کشیدن بیرون. شما مگه فضول مردمین؟ چه کار دارین تو ماشین؟ چی داره؟ میشه تو از این دیپلماتمون این دفعه استثنا دفاع نکنی؟ با این دفاع کردنت حکایت یارو هست که میگفت کی میخوایم از دخالت کردن تو کارهای شخصی همدیگه دست برداریم. یارو تو مترو ما میگه چرا دست تو جیب منه؟ خب دست خودمه، دوست دارم تو جیب تو باشه. آخای دکتر من دلم میسوزه. برای اسدی؟ نه بابا اسدی به درک. اون بمبو چرا پس نمیدن؟ کلی پول باش رفته. راست میگی، هر یه دونه بمب به 3 تا اسدی میارزه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفهمودن پسر رفت خرید واسه خونه، نیم کیلو گوجه و نیم کیلو پیاز با 1 کیلو سیب زمینی دستش بود که یک موتوری زد بهش، به فنا رفت، بردنش بیمارستان، تمام هیکلش رفت تو گچ. بعد باباش اومده بود عیادتش، بالا تختش، آروم سرشو برد نزدیک گوشش، گفت قربونت اون گوجه اینا که خریده بودی چی شد؟
روشن شد یا چی بذارم که تو هم بری تو گچ. آیه دکتر گچ که سهله، زیر خاکم برم این قضیه رو دنبال میکنم، چون بحث فقط بحث یه دیپلمات مظلوم نیست، بحث دیپلمات های مظلومه. 2 تا رو از هلند، یکی رو هم از فرانسه اخراج کرد. گاز بگی اون زبون تو دیگه، قرار نبوده که این چیزا رو لو بدیم که. آی دکتر کجای کاری؟ شریعت مداری مشنگ لو داد را مقاله نوشته سرش. این 2 تا مشنگ ظریف و شریعت مداری هر کدوم برای ساقط کردن یه ولی فقیه بسن. آیه دکتر اسم این 2 تا رو آوردین یاد دعوای توی نظام افتادم سر باز کردن دفتر اتحادیه اروپا تو تهران. این اروپایی قرار بود کمکمون کنن، ولی بمب اون دیپلمات مظلوم رو ضبط کردن و تحویل نمیدن، جلو تحریم هم که وان نمیستن، خرید نفت رو هم دارن میبرن به طرف صفر. ما فوقش یه تعدادی عملیات برون مرزی داشتیم، ناخواسته یه چند تا بمب و اینا منتقل شده، یه سری هم کارهای غیر قانونی. خب باشه دنیا که به آخر نرسیده، یه کمی از سهمیه‌مون کم کنن ولی بخرن. های دکتر نباشی تو هم. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن باهاتو عرض میکردم. بله میفهمیدن که پسره به باباش گفت معلمم با من لجه، نمرمو 0 میده. بابای رفت مدرسه، معلم گفت من یه کلمه میگم اگه درست نوشته خون 20 میدم. خوبه؟ بابای گفت آره عالیه. معلمه گفت بنویس خیار. پسر مشنگه نوشت منار. گفت حالا بخونش. پسر خون چنار. معلمه باباش گفت دیدی تو یک کلمه 3 تا غلط. بابای گفت خب باشه قبول، 3 غلط میشه 17 دیگه. روشن شد. یا چی بذارم که کارنامه‌تو بگیری زیر بغل در اینجا بری بیرون. آیه دکتر مقام عظما این هفته سند بسیار مهم و بی سابقه منتشر کردن به عنوان الگوی پیشرفت 50 ساله. من میگم شما که دستتون میرسه میتونین بهش پیغام بدین که 50 سال آینده رو بیخیال شه، همین 1-2 هفته رو بچسبه اعتراض و تظاهرات و اعتصاب و اینا که تا دلتون بخواد هست، تحریم هم هست، FATF هم هست، استعداد دیپلمات بمب دستمون هم هست، اخراج دیپلماتمون از فرانسه و هلند هم هست، از هم پاشیدگی دولت که هست. همه اینها یه طرف براندازه. خب بینم قرار نبود که حرفا رو بزنی، زبون به دم بگی. تو که دیگه چیزی نبود که اینجا نگفته باشی. من که هنوز نگفتم قانون شورش. مگه قرار نبود این حرفا رو نزنی تو اینجا تو این آقا چرا نمیزنی؟